میگم که سعی کنید که این روابط رو حفظ کنید. ما به این روابط احتیاج داریم. اوکی؟ پس اگر همسرم من بود، درخواستی داشت یا درخواستی داشتم، سعی میکنم که باهاشون ارتباط قشنگه رو بگیرم. پس اولی جان دلم همینطور میگم اگه گوش کنی ادامه پیدا میکنه نمیذاره فیلمتو نگاه آقا اصلا ادامه پیدا کنه فیلمم خاموش کنید. چه اشکال داره؟ مگه غریبه است؟ خب همسرت دیگه بگو آقا اصلا بهتر فیلمو خاموش کن. فیلمو بعدن هم میشه دید. از قراقار دیگه نمیشه گیر آورد. این مهمه. اسقر رو نگه دار. اسقر دیگه بر نمیگرده. من خداییش دارم میگم حواستون باشه ما از یه دقیقه دیگه خودمون خبر نداریم. ما نمیدونیم که شب میخوابیم صبح بلند میشیم هستیم یا نیستیم. پس بهتره که از لحظه هایی که کنار همدیگه هستیم بهترین حس رو به همدیگه بدیم. ما خبر نداریم صبح بلند میشیم بلند نمیشیم. من خیلی از آدما رو میشناسم که شب خوابیدن فشارشون تو خواب رفته بالا، خدای نکرده سکته کردن، صبح دیگه نتونستن همدیگه رو ببینن، شبش با دعوا خوابیدن. وقتی من میتونم حس خوب بدم، وقتی میتونم حس خوب دریافت کنم، چرا این کارو نکنم؟ پس از این فضایی که دارم استفاده کنم. هر چقدرم که دلخورم، هر چقدرم که حالم بده، هر چقدرم که فکر میکنم مشکل هست، ولی همه چی دست خودمونه. خودمونیم که به خودمون هر رفتاری داشته باشیم در نهایت به خودمون برمیگرده. من که از خدام این ردیف خالیه، بگید همه همسراتون بیان. من یه ذره از این وری میگم، یه ذره از اون وری میگم. بگید به هر کی دوست دارید، فضا که خالیه، به همسراتون بگید، به دوستاتون بگید. من که میام اینجا به عشق خودتون میام، هزینه‌ای هم دریافت نمی‌کنم. وقتی که میام اینجا هر چقدر اینجا سالن پرتر باشه، من علمم و آگاهیمو در اختیار شما قرار میدم، خمس و زکات علمم رو میدم، حداقل خیالم راحته، حس خوب با حس خوب از اینجا میرم. بگید هر کی دوست دارید بگید بیاد، من در خدمتش هستم. جونم خانم‌ها وقتی یائسه میشن یه خورده من اطرافم میبینم دیگه بد اخلاق میشن نسبت به مردشون. مردم همینطور میشه دیگه، اونم به هر حال که درسته. درست. اینه که یه خورده بر خودشون رو کنترل کنن. یه سری چیزا ببینید برای ما یه سری واکنش‌های بدنی هستش که اتفاق میفته. خب طبیعیه. اینقدر که خانم‌ها هورموناشون بالا پایین میشه، آقایون اینجوری نمیشن. قبل پریود یه جور، بعد پریود یه جور، توی پریود یه جور، بارداری یه جور، قبل بارداری یه جور، بعد بارداری یه جور. یعنی ما همش داریم بالا پایین میریم. اون بدبختا میخوام ما رو درک کنن خیلیه دیگه. حالا باز جدیداشون یه دوتا کتاب میخونن، یه کلاسی میرن، یه ذره چیزا یاد میگیرن. قدیمی‌ها که اصلا دیگه چه سگ شدی با دوباره پاچه میگیری باز دوباره حالت بد شد. یعنی بهترین قشنگترین چیزی که میتونه بگه همینه. ولی باید اونا هم یاد بگیرن که بابا منم باید به همسرم نوازش بدم، احترام بدم، توجه بدم و اگر اینجا بودن قطعا به اونا هم آموزش میدادم. تشویقشون کنی که اونا هم بیان. خب ما از بحثمون خارج نشیم. گفتیم اگر کسی که خیلی با ما صمیمیه درخواستی خواست به ما داشته باشه و ما بهش بگیم نه، اول چیکار میکنیم؟ تعریف میکنیم. اوکی؟ پس اول تعریف. دوم دلیل میارم. پس اول تعریف میکنم. عزیز من، شما جیگر منی، عشق منی، دوستت دارم، رفیق چند سالمی، با هم دیگه این ور رفتیم اون ور رفتیم فلان رفتیم، ولی خودت میدونی که من الان کلی قسط دارم، دست و بالم بسته است. پس دارم چیکار میکنم؟ یک دلیل براش میارم. دلیل واقعی هم بیارید لطفاً. الان واقعا دست و بالم بسته است، قسط دارم، نمیتونم مثلا این مبلغ رو به تو بدم. اوکی؟ پس بگید، نترسید. خیلی از شماها میترسین. میگه من نمیگم. اگر بگم نکنه ناراحت بشه، نکنه حالش بد بشه، نکنه دیگه دوستم نداشته باشه، نکنه جواب سلاممو نده، نکنه تلفنمو جواب نده، نکنه منو ببینه روشو بکنه اونور. نه، این چی نمیگه. اینا کجاست؟ اینا همش در فکر شماست. میخوایم بهتون بگم در فکرتون چیه؟ یه دقیقه به من گوش کنید. فکر کنید که همین الان ما یک برش حلقه‌ای از لیمو ترش دادیم. این لیمو ترش رو گذاشتین همتون روی زبونتون، دارین فشار میدین. همتون این لیمو ترش رو زبونتون فشار بدین. حسش کنید ببینم.
کی آب دهنشون را افتاد؟ حسش کردید. خب لیمو ترش داشتیم؟ پس کجا بود؟ آفرین. حالا من که میگم اگر مثلا فلانی از من ناراحت بشه یا خوشحال بشه کجاست؟ در واقعیت وجود داره؟ پس در واقعیتی وجود نداره. منم که تو ذهنم دارم موضوع رو بزرگش میکنم، منم که میگم اگه ماچش کنم میگه فیلمو قطع کن، شاید نگه. درسته؟ پس من توی ذهنم یه سری چیزها رو واسه خودم ایجاد میکنم که تا ته داستان میرم، به خاطر همین اول داستان رو انجام نمیدم. اون ته داستان رو کاری نداشته باش، همون اول داستان رو اجرا کن، هیچ اتفاق بدی نمیفته. مغز ما خیلی بیشتر از مواقعی که شما فکرشون بکنید یه سری مسائل واقعی رو در ذهن تو ایجاد میکنه. چرا؟ چون میخواد از تو مراقبت کنه، ولی در واقعیت وجود نداره. مغزت میگه ببین الان از این خیابون میخوای بری یا از این پله میخوای بری بالا، مراقب باش زمین نخوری، ممکنه پاد بشکنه. شما 10 دفعه از این پله میری میای پاد میشکنه. پس چرا مغزت بهت اینو میگه؟ مراقبت کن. حالا وقتی تو برمیگردی میگی من اگه به این بگم نه ممکنه فلان بشه، ممکنه بیزار بشه، اینجوری بشه، ناراحت بشه، دلش بشکنه، مغزت داره به تو میگه. تو یه ذره فکر کن، بگو من چیزی بهش نمیگم که حالش بد بشه، من حرفی نمیزنم که دلخور بشه، کلی هم تازه ازش تعریف کردم، دیگه چی میخواد؟ درسته؟ خب پس اول شد چی؟ تعریف. دوم دلیل. سوم تصمیم. تصمیمی که گرفتی یعنی به صورت همون نهی که میخوای بگی رو قاطعانه بهش میگی. خب پس انتهاش میشه چی؟ اولش میشه عزیزم قربونت برم فدات شم، تو که میدونی من خیلی قصد دارم ولی الان نمیتونم. خب حالا اگه طرف خیلی اصرار کرد چی بگم؟ نمیتونم دیگه. چی میگی؟ شل نشین. تعریف. دلیل. من تخته رو برای این آوردم که بنویسم براتون که اگر کسی قلم خودکاری چیزی کاغذی نداره یادش بمونه. آفرین. خب من اینجا می نویسم اگر رابطه غیر رسمی باشه. غیر رسمی یعنی چی؟ آفرین. دوستانه و صمیمانه. درسته؟ خب توی رابطه صمیمانه گفتیم اول تعریف بگین، دلیل و بعد تصمیم. این ماژیکمون خسته است. خب واضحه دوستان؟ الان دید داری؟ خب این ماژیک چون یه ذره خسته است من باید از خستگی درش بیارم. خب پس تعریف. خدا خیرتون بده. متشکرم. مرسی. ممنونم. پس برای رابطه دوستانه و صمیمانه من چیکار میکنم؟ تعریف، دلیل و تصمیم. این فرمولشه. هر کی بگه دیگه از این به بعد من نمیدونم چجوری نبگم چیکارش میکنم؟ آفرین. 3 بار باید از روی بنویسم. 3 بار نه 30 بار. تو مدرسه بچه‌ها رو جریمه میکنم این 30 بار. همه نوشتین؟ من 2 روزم در هفته توی مدرسه مشاور مدرسه‌ام. انقدر که این بچه‌ها شیطونن. خب این از این. الان همه براشون جا افتاد؟ خب یه ذره امروز میخوام یه ذره کاربردی تر بریم، یه ذره تمرینی بریم امروز با هم دیگه. این تستی که دست منه یه تمرینیه که من بهتون اعلام میکنم، بعد خودتون توی کاغذاتون یا توی نوت گوشیتون و هر جایی که میتونید یادداشت کنید، متوجه بشید که چقدر شما در واقع توی نگفتن اضطراب دارید. اولیش اینه: رد کردن تقاضای کسی که میخواهد ماشین شما رو قرض بگیره. یه نفر میخواد ماشین تو قرض بگیره. 1.
ببینید شما یکین یا دوین یا سه یا 4 یا 5 خودتون متوجه بشین. 1 اصلا برای من اضطرابزا نیست، کمی برای من اضطرابزاست، به میزان معقولی برای من اضطرابزاست، اندکی بیشتر از حد معقول اضطرابزای، خیلی زیاد برای من اضطرابزاست. حالا اگر خیلی زیاد براتون اضطرابزای نشون دهنده اینه که شما مهارت جرأتمندیتون تا کمه. باید روی این قضیه بیشتر کار کنید. خب اوکی، این فرق میکنه دیگه. به خاطر همینه که میگم دیگه شما ببینید که خودتون تشخیص بدید که الان اگه تو موقعیتی باشید که آقا اومد مثلا حتی پسرت اومد گفت، دخترت اومد گفت، ولی خودت هم الان میخوای بری جایی، ماشین رو لازم داری. خب الان سر دورایی موندی، چیکار میخوای بکنی؟ برای دخترها میگم که من با اصرار میگم نه مامانم نمیشه اصرار از اون اصرار از من، ولی برای پسر میگم پسر و دختر نداره. پسر و دخترش نکنین خواهشن. اصلا تفاوت قائل نشین. همون بچه داره رفتار رو میبینه، هرچند که بچه هاتون بزرگ شده باشن، بعد برمیگرده میگه مامانم با داداش اینجوری رفتار میکنه، با من اینجوری فرق میذاره و حالش بد میشه. اصلا فرق نمیکنه. اگه خودت احتیاج داری خواهش میکنم خودتو در نظر بگیر. اگر خودت احتیاج داری خودتو در نظر بگیر. تمام دست درد و پادرد و کمر درد و حال بد و کلافگیتون به خاطر اینه که هیچ وقت خودتون رو در نظر نگرفتین. تو باید باشی که اونا باشن. یه کوچولو خودخواه بودن خوبه، بد نیست به خدا. اینکه من همش بخوام سرویس بدم به دیگران، خودم نابود میشم، دستم درد میکنه، پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، پا میشم با این حالم. نه من میارم، نه به خدا اصلا نمیشه، من باید انجام. بابا چرا؟ خب من نمیتونم، دستم درد میکنه. چرا با این حالت پا میشی میری یه حرکتی انجام میدی؟ احساس خوبی داشته باشی برای انجام دادن این کارت. اگر احساس خوبی داشته باشی دیگه میره تو بحث مهرطلبی که اون قضیهش جداست. من بعدا یه روز دیگه یه جلسه بذارم بهتون توضیح بدم که اصلا آدمای مهرطلب چیان. آدمای مهرطلب بیش از حد محبت میکنن که فکر میکنن که اگه من زیاد محبت کنم آدما دوستم دارن. نه خیر، اصلا هم اینطوری نیست. میشه وظیفه. شما وقتی که فکر میکنی که الان اگر من به فلانی بیش از حد محبت کنم دیگه الان اونم منو دوست داره، نه اصلا همچین چیزی نیست. چقدر آدم بهتون نشون بدم که کلی محبت کرده، موقع لزوم هیچ کس به دادش نرسید. پس اصلا این فکری که توی مغزتون ایجاد میشه رو رها کنید، بندازید بیرون. اوکی؟ خب تعریف و تمجید کردن از دیگران چقدر براتون سخته؟ چقدر اضطرابزا؟ زیاد یا کم؟ مثلا یکی رو میبینی موهاشو رنگ کرده، شال قشنگ سر کرده، ناخوناشو عوض کرده، چقدر راحته بری بهش بگی چقدر موهات قشنگه، چقدر شالت قشنگه، چقدر امروز دندونات خوشه. اصلا بچه‌ها اوکی، این مورد یه ذره باید بیشتر تمرین بکنید. وقتی شما میخواین دوست پیدا بکنید باید بتونید از دیگران تعریف کنید. مثلا چی؟ بگو چشام شور نیستا. اولش بگو چشام شور نیستا، ولی ماشاءالله چقدر شالت قشنگه، چقدر بد میاد. دیگه حرف بدی نزدی که، تو تعریف داری میکنی ازش. مثلا خیلی راحت، خیلی زیاد تعریف کنید. بعد اون طرف مقابل هیچ وقت تعریف نمی‌کنن اکثرا. بعد بچه‌ها میگن ما تو یاد دادی به ما هم به هر کی تعریف می‌کنیم، ولی طرف می‌بینیم جنبه نداره. خیلی زیاد ما تعریف می‌کنیم. برای چی ما انقدر دیگران تعریف؟ زیاد نه. یادتون باشه. اوکی، ببینید من یه بار مثلا طرفو میبینم بهش میگم خب هر روز که نمیره کلش رو رنگ کنه، که ما یه بار میخواد کلش رو رنگ کنه. درسته؟ من هر روز بگم ما چقدر قشنگه، چشات چقدر قشنگه. خب نمیشه که. یه بار آقا موهاشو رنگ کرده خوشگل شده بهش بگو. یه بار یه لباسی متفاوت تنش کرده، همیشه مشکی تنش میکرده، امروز سبز پوشیده. چقدر رنگ سبز بهتون میاد، چقدر قشنگه، واقعا هم بهتون میاد. خب پس مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که جای مناسب
در جای مناسب اگر دیدین طرف واقعا تعریفیه برید تعریف کنین. همسایه بالایتون حاج خانم هیچ وقت کله‌شو رنگ نمیکنه، همیشه سفیده، این دفعه رفته رنگ گذاشته، وای حاج خانم چقدر بهت میاد، تو خدا همیشه رنگ کن ماشاءالله، خیلی بهتر شده، خیلی جوان‌تر شده، خیلی چهرهت بهتر شد. بره دود کنه، هیچ اتفاقی نمیافته. ما ایرانی‌ها اینجوری، خارجی‌ها نمیگن همه چی رو بگی. آره آفرین. دقیقاً. بگید چه اشکال داره؟ ولی اینجا یکی پردن چشش. سلامت بشه. ببینید مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که دقیقاً باز ذهن من داره قضاوت میکنه. ذهن من داره پیش میره جلو. اون چیزی که ذهنتون میگه رو رها کنید، به اون فکر نکنید، کاری که لازمه بکنید. مطمئن باشید وقتی از یکی تعریف میکنید این آدم تو ذهنش میمونه.